بانک. با عرض سلام خدمت حضار گرامی، امیدوارم که روز خوش را آغاز کردم زندگی سعادت را دنبال بکنیم. قبل از همه تشریف آوری تمام دوستان خیر مقدم بگیم. اجازت تا اعضای کانال به شما معرفی کنم. جناب دکتر احمد راشد بیروز، رئیس اداره نشایی کمیته مستقل مشترک وزارت ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری. جناب آقای یوسف، مسئول تیم ویسی یا ارزیابی و سیب‌پذیری‌های فساد اداری. و خودم سید امیرالله تواب، مسئول دیپارتمان وزارت ارزیابی در داره نشایی کمیته مستقل مشترک وزارت ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری مسرت داره که بسته‌سازی کارهای قبلیش امروز راپور ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در اداره تسکیه الکترونیکی با شما شریک بشدم و به خاطر جزئیات بیشتر ما از جناب دکتر بیروز تقاضا می‌کنم تا جزئیات بیشتر خدمت شما تقدیم کنم. سلام، صبح بخیر خدمت همه دوستایی که اینجا تشریف آوردن، دوستای ما از رسانه‌ها، نماینده‌های دفاتر بین‌المللی و همچنان جامعه مدنی. خیلی خوشحال هستیم که یک بار دیگر خدمت شما هستیم و امروز یکی از گزارش‌های مهم دیگه ما که در مورد فساد در اداره تذکره الکترونیک است که به نشر می‌سپاریم. پروسه تذکره الکترونیک همچنان که همه دوستا اطلاع دارن یک پروسه فوق‌العاده جنجال برانگیز و سیاسی بوده، هرچند توقع می‌رفت که پروسه توزیع باید خیلی وقت آغاز می‌شد، اما با دلایل مختلف تا به حال پروسه به تعویق افتاده و در این زمان نگرانی‌های بسیار زیاد در مورد موجودیت فساد در این اداره وجود داشت که به این لحاظ از کمیته نظارت ارزیابی از ما تقاضا شد توسط هدایت مستقیم رئیس جمهور که ما اتهامات فساد در این اداره را بررسی بکنیم. البته نظر به شیوهی که کمیته نظارت ارزیابی من حیث یک کمیته مستقل دنبال میکنه، ما همیشه اولویت‌های خود کمیته خودش تعیین میکنه و این در قطع اولین مرتبه است که ما یک موضوع را نظر به هدایت مستقیم رئیس جمهور پیش میبریم. یک قسمت معلومات ابتدایی در مورد اداره تذکره الکترونیک اول میخوایم بر شما بتونم، باز بعدا میریم سر موضوعات دریافت‌های خود ما که البته در این مورد میشه بگوییم که اداره تذکره الکترونیک در دوم فوریه سال 2009 این اداره ایجاد شده و البته در چوکات وزارت داخله است. از نظر شکلش به شکل یک پروژه هست، پروژه که مالکیت از حکومت افغانستان داره و دونرای اتحادیه اروپا USAID از طریق IOM این برنامه را تمویل میکنه. بودجه مجموعی که برای این برنامه در نظر گرفته حدود 222 میلیون دلار است که از مجموع پول 101 میلیون دلار از برای تجهیزات IT و الکترونیک اختصاص داده شده و متباقی 121 میلیون دیگه ازی برای پروسه توزیع تذکره الکترونیک و سایر مصارف اداری که در خود اداره ضرورت است اختصاص داده شده. به تا به حال یعنی تا اخیر سپتامبر سال 2015 از مجموع پولی که برای شما یاد کردیم 64.5 میلیون دلار تا به حال مصرف شده که 7.5 میلیون دلار از در بخش معاشات و مصارف اداری بوده و متباقی 57 میلیون دلار صرف خریداری تجهیزات IT و الکترونیکی که برای خود روند یا پروسه ضرورت است اینجا مصرف شده. البته این در حالی است که چالش‌های فوق‌العاده زیاد سیاسی را این پروسه در پیش‌روی خود دارد و این در حالتی است که تا به حال چندین بار هم حکومت قبلی و هم حکومت فعلی تصمیم به آغاز این پروسه گرفتند به خاطر اینکه یک پروسه بسیار مهم ملی و سیاسی برای آینده افغانستان است. اما با وجود از این هم تا به حال به تعویق افتاده چندین مراتبه و این در حالتی است که چندین جلسه شورای وزیران تا به حال تصمیم گرفتند که پروسه آغاز شود، اما فعلا وضعیت قسم است که نظر به حکم شفاهی رئیس جمهور پروسه معطل است. در این جریان نظر به شکایاتی که برای رئیس جمهور رسیده بود از ما تقاضا کردند که ما این اداره را از بعد فساد اداری و یا از بعد متضرر بودن در مقابل فساد اداری یک بررسی بکنیم.
که ما در این قسمت تیمای خود البته روان کردیم و خواستیم که این اداره را در مطابقت با اون شکایاتی که وجود داشت، که شکایت البته در 3 بود. یکی در بخش استخدام و منابع بشری، در بخش تدارکات و در این زمان در مورد کارکرد خود اداره و یا آسیب پذیر بودن خود روند از بود فساد اداری و دلیل از اینکه ضعف‌های داخل اداره وجود داشت. ما البته زمانی که کار اینجا آغاز کردیم با در نظر داشت اصل بی‌طرفی و مستقل بودن، چیزی دیگه را بسیار زیاد در نظر گرفتیم. با تمام مسائل سیاسی که در این پروسه دخیل است هیچ گونه علاقه‌مندی نداریم و در گذشته داشتیم. در این زمان کوشش کردیم و اصل بی‌طرفی در اینجا فوق‌العاده مراعات بکنیم. خب البته شیوهی را که ما استفاده کردیم برای بررسی ما با اسناد خود پروژه به شمول بررسی ها و راپورهایی که از اداره کنترل تفتش و یا تفتش هایی که در اداره صورت گرفته بود و اینا مراجعه کردیم. ما با مصاحبه ها داشتیم با مسئولین این پروژه به شمول کسایی که عملا اینجا استخدام شدن و کسایی که از طریق پروسه استخدام از این اداره متضرر شده بودند. در این زمان ما دیدارها و جمع‌آوری معلومات از کسای دیگه که در این پروسه دخیل بودن به شمول تمویل کننده ها و همکارای بین‌المللی برنامه و سایر دستاندرکاران داشتیم. در این زمان جلسات مشورتی با شرکایی که در این پروژه هستند اینا رو داشتیم. مارکت سروی هم کردیم در موارد از طریق اینترنت و در موارد هم به شکل عملی، در اینکه مطمئن شدیم که خصوصا در بخش تدارکات این خریداری‌هایی که صورت گرفتن آیا اینا بر اساس معیارات و قوانین تدارکاتی افغانستان بوده و یا خیر. خب از نظر چارچوب حقوقی اگر این اداره رو ما ببینیم، این اداره 2 قانون میتونه چارچوب حقوقی رو برای اداره تامین بکنه. یکی قانون ثبت احوال نفوس است و دیگر لایحه ثبت هویت اتباع کشور. و در این قسمت البته بگوییم که بررسی ما از این 2 سند حقوقی یکی از یافته‌های بسیار مهم ما همی است که خود قانون تذکره الکترونیک با وجودی که خیلی جنجال برانگیز بود، اما ما از بود دستبرد و یا سوء استفاده متاسفانه هنوز هم ضعیف می‌بینیم. یعنی هنوز قوت را نداره که در مقابل شمال اقتصادی بتونه قانون خوب تلقی شود. در این قسمت گفته میتونیم که در یک بخش از قانون خصوصا کسایی که واجد شرایط گرفتن تذکره تابعیت هستند گفته شده که برای افراد مجهول الهویت 2 شخص تصدیق بکنه، اداره امنیت ملی را تایید بکنه و در این زمان در لایحه ثبت احوال نفوس گفته شده که وکلای گذر موظف هستند که در این پروسه همکاری بکنن و از شخصیت و اهلیت آدم‌ها تصدیق بکنن. البته این در حالی است که تجربه را ما همین حال داریم و در گذشته هم داشتیم که متاسفانه سروی‌ها و پژوهش‌ها نشان میدن که پروسه موجودی که اتباع کشور وقتی زمانی که اینا تقاضا میکنن در تذکره و در پاسپورت، این پروسه متاسفانه فوق‌العاده متضرر است در مقابل فساد. و این البته در حالتی است که ما تقریبا چند پیش شاهد از این بودیم که یک تغییر خارجی پاسپورت الکترونیک برای از اونا جلب شد. کسی که هیچ وقت به افغانستان آمده بود، کسی که اصلا تابع افغانستان نبود و اونا افغانستان پاسپورت الکترونیک عرض کنند. البته در حالی است که زمانی که پروژه پاسپورت الکترونیک هم آغاز شده بود توقع می‌رفت که با آمدن سیستم جدید یکی از کارهایی که سیستم جدید بکنه این است که بتونه جلوی سوء استفاده و جعل اسناد خصوصا جعل پاسپورت بگیره. در حالی که دیدیم که این سیستم پیشرفته هم سوء استفاده شد و در اینجا جعل صورت گرفت. یعنی بعید نیست پروسه تذکره الکترونیک هم با در نظر داشت تجربه‌ای که ما از گذشته داریم و اما ضعفی که در مکانیزم موجوده فعلی هست بتونه به بسیار سادگی به این پروسه دستبرد شود، جعل صورت بگیره و افرادی که شاید اصلا تابع افغانستان نباشن و به دلایل سیاسی علاقه‌مندی زیر داشته باشن که تابعیت افغانستان بگیرن، اونا بتونن از این پروسه سوء استفاده بکنن. یعنی ما نظر ما در این قسمت این است که با وجود که قوانین مشکلات خود داشته، از این نگاه قانون باید یک اندازه بیشتر رویش غور شود و شرایط یک اندازه سختگیرانه باشه تا اینکه مطمئن شویم که کسی نتونه با آسانی اینجا جلب کنه.
مشکل عمده دیگه که پیشتر من یاد کردم موضوع منابع بشری و استخدام است. در قسمت منابع بشری اول میخوایم براتون بگویم که ساختار اداره تذکره الکترونیک قسمی است که اینجا یک رئیس عمومی دارد و 5 رئیس فرعی. این رئیس ها شامل رئیس منابع بشری، مالی، تکنیکی، عملیاتی و رئیس ریاست ثبت نام است. البته در قسمت استخدام ما دریافتیم که متاسفانه اداره یک روند و یا یک طرزالعمل واضح و شفاف برای استخدام نداشته. در این زمان در پروسه های استخدام نظارت و تفتیش درست از عملکرد اداره صورت نگرفته و این سبب ازی شده که استخدام ها در اداره فوق‌العاده سوال برانگیز باشه و استخدام های صورت گرفته قسمی که شما در پرس ریلیز ما هم دیدیم فعلا 70%ش فراقانونی است. افراد اینجا استخدام شدن که اصلا واجد شرایط نبودن که مال جزئیاتش هم بر شما ارائه خواهد کرد. البته در قسمت استخدام در اداره تذکره الکترونیک حکم ریاست جمهوری حکم شماره 6677 مورخ 4/1391 صراحت دارد که در اونجا گفته شده که تقرر پرسنل مورد نیاز پروژه متذکره از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت شفافیت، لیاقت و وطن‌دوستی افراد عملی گردد. در این زمان فرمان شماره 45 مورخ 5/1391 رئیس جمهور گفته شده که مقامات عالی رتبه و کارکنان دولتی از مداخله، سفارش و وساطت در پروسه استخدام و اجتناب ورزند که متاسفانه این فرمان و حکم در پروسه استخدام در اداره تذکره الکترونیک زیر پا گذاشته شده و هیچ مواردی در نظر گرفته نشده. خب در قسمت شیوه استخدام